سلام بینندگان عزیز، شما در پخش مستقیم برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. امروز 21 می است و چون همیشه از سرخط موضوعها آغاز میکنیم. پرزیدنت دونالد ترامپ میگوید با سرگیری عملیات نظامی آماده می باشد ولی برای سازش با ایران حاضر است مدتی کوتاهی منتظر بماند. اگر من از حساب انتظاری 2-3 روزه از جنگ جلوگیری کنم و در این مدت مردم کشته نشود، به فکرم این کاری بزرگ است. یک افسر میلیسا را در شهر خوجند هنگام اجرای وظیفه خدمتیش با 3 ضرب کرد زخمی کردند. و مردم مناطق آفت‌زده کلوب از واکنش فوری مقامات به سیل آبخیزی مرگبار روز 1 می منت دارند ولی انتظار دارند که دولت در بازسازی خانه‌هایشان کمک خواهد کرد. تخته و شیفیر نمی سمنت و خیلی چیزامون چی نکردن ندادن. مقامداران در تهران میگویند پیشنهادهای اخیر واشنگتن برای ختم نزاع در خاورمیانه را بررسی دارند. دیروز ترامپ هشدار داده بود که اگر از ایران پاسخی درست نگیرد به احتمال زیاد وضع تغییر خواهد یافت. از زمان شروع مناقشه در خاورمیانه گلگوی هرمز که توسط آن 20% مواد سوخت عالم انتقال می‌یابد بسته است و این وضع باعث بالاروی نرخ نظررسی نفت و گاز در جهان شده است. همکارم میرزانبی خالقزاد میگوید ترامپ حاضر است برای صلح مدت منتظر بماند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ میگوید حاضر است چند روز برای رسیدن پاسخ ایران به پیشنهادهای اخیر واشنگتن درباره سازش پایان جنگ صبر کند. اما هشدار داد که اگر پاسخ ایران به اصطلاح درست نباشد وضع به زودی تغییر خواهد یافت. شام 20 می در واشنگتن او به سوالهای خبرنگاران پاسخ داد و از جمله گفت اگر من از حساب انتظاری 2-3 روزه از جنگ جلوگیری کنم و در این مدت مردم کشته نشود، به فکرم این کاری بزرگ است. ترامپ خاطر نشان کرد که تا زمان امضای سازش به ایران هیچ سبکی پیشکش نخواهد شد. تا زمانی رسیدن به سازش من هیچ سهولت مدی نظر ندارم. وقتی آنها سازش را امضا کردند ما آنجا را آباد میکنیم و به کشور و مردم آن چیزی واقعا خوب پیشنهاد میکنیم، ولی حالا چیزی مطرح نکرده ایم. چند ساعت پیش از آن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا اثنای ملاقات با محصلین اکادمی نظامی در شهر نیو لندن ایالت کانکتیکوت ابراز داشت او هیچگاه امکان نخواهد داد که ایران صاحب سلاح هسته‌ای شود. شاید ضرورت پیش آید که به آنها ضربه سخت‌تر زنیم. شاید چنین ضرورت پیش نیاید ولی ما اجازه نمی‌دهیم که ایران صاحب سلاح اتمی شده تمام خاورمیانه را ترک کند. در همین حال تهران تصدیق می‌کند که توسط پاکستان پیشنهادهای نوی ایالات متحده آمریکا را دسترس نموده است. وزیر کارهای داخلی پاکستان دوام 1 هفته اخیر 2 دفعه به ایران سفر کرد. دیروز وزیر کارهای خارجه ایران عباس عراقچی گفت که کشورش هم به ادامه مذاکرات آماده است و هم به ادامه نزاع. ما مأموریت خودمون رو جدای از مأموریت دیگران نمی‌دانیم. هر جا لازم باشه بجنگیم میجنگیم، هر جا لازم باشه مذاکره کنیم مذاکره میکنیم. مأموریتی هست که نظام به هر یک از ما داده، ما هم مأموریتمون در این مسیر هست. کاملا هم در هماهنگی با مجموعه نظام، مجموعه اهداف نظام. این در حالی است که سپاه پاسداران ایران تهدید کرده است که در صورت آغاز دیگر باری حمله های آمریکا به ایران جنگ را به فراتر از منطقه خواهد کشاند. یک افسر میلیسا را در شهر خوجند هنگام اجرای وظیفه خدمتیش با 3 ضرب کرد زخمی کردند. حادثه 12 می در ساحل سیردریا رخ داده. مقامات در یک گزارش تلویزیونی روز 21 می جزئیات آن را توضیح دادند. با اطلاع دریافتی رادیو آزادی روز حادثه مایور میلیسا شهزاد خولوف در وقت نوبتداری برای پیشگیری از مناقشه جوانان به ساحل سیردریا می رود. یکی از طرفهای مناقشه پرویز عبدالحمیدов به او در افتاده با مقصد کشتار با استفاده از کرد خوجگی به قفس سینه و تخت پشت او 3 ضربه میزند. کارمند میلیسا را در حالت وزنین به بیمارخانه بردند. نظر پرویز عبدالحمیدov و نزدیکانش به قضیه معلوم نیست. منابع آگاه به رادیو آزادی گفتند این جوان در گذشته برای جنایت 5 سال زندانی شده است و پرونده او را محض شهزاد خولوف تفتیش کرده بوده است. دوستان خوجند علیه پرویز عبدالحمیدov با اتهام قصد کشتار پرونده جنایی باز کرده است. این بند قانون از
15 تا 25 سال زندان یا تا زندان 1 عمری را پیش بینی میکند. در شمال تاجیکستان میمانیم. در آنجا یک مقامدار بلندپایه بر عوض پرداخت جبران زیاد و پرداخت ده‌ها هزار سامان جریمه از بازداشت رها شده است. رئیس نمایندگی خدمات اجرا در ولایت سوخت زمستان امسال از روی چند اتهام دستگیر شده بود. به جنایت متهم شدن منصبداران در تاجیکستان در گذشته هم جای داشت. فرزان محمدی با جزئیات بیشتر. یک منصبدار بلندپایه ولایت سوخت را که به قلابی و هم تصرف پول دولت متهم میشد پس از تعیین جریمه از جوابگری جنایی آزاد کردند. شیرزاد حسنزاده رئیس نمایندگی خدمات اجرا در ولایت سوخت ماه فوریه با اتهام قلابی برآمدن از حد وکالت منصبی و تصرف پول و مال بازداشت شد. در دادگاه ولایت سوخت روز 21 می برای آزادی گفتند که حکم حسنزاده ماه گذشته صادر شده است و حالا اجرای امر دادگاه ادامه دارد. بر اساس حکم دادگاه شیرزاد حسنزاده باید بیشتر از 140,000 سامانی جریمه پردازد. او را همچنین از حق اشغال یگان مقام رهبری برای 5 سال محروم کردند. نظر خود او به حکم معلوم نیست و با وجود درخواست رادیوی آزادی نخواست مسئله را شرح دهد. شیرزاد حسنزاده را کارمندان آژانسی مبارزه با کروپسیا در ولایت سوخت ماه فوریه امسال به جنایت متهم کردند و 2 ماه در بازداشتگاه نگه داشتند. اگرچه گفتند که او به قلابی برآمدن از حد وکالت‌های منصبی و تصرف پول و مال متهم می شود، اما جزئیات آن را شرح ندادند و معلوم نیست او چگونه قلابی و پول و مال کی را تصرف کرده است و بیرون از صلاحیت چی کاری انجام داده است. شیرزاد حسنزاده تقریباً 1 سال پیش سردار ریاست خدمات اجرا در ولایت سوخت تعیین شده بود. خدمات اجرا در تاجیکستان 8 سال پیش تأسیس یافت و مسئولیت آن اجرای قرار و حکم دادگاه ها است. بار اول نیست که منصبداران در تاجیکستان به جنایت متهم می شوند. قلابی، ساختکاری سندها یا سوء استفاده از مقام از جمله اتهامات معمول علیه آنهاست. تا کنون برخی برای این گونه عملکردها بازداشت و زندانی شدند، برخی دیگر را بعد پرداخت جبران و جریمه از جوابگری جنایی آزاد کردند. سازمان‌های بین‌المللی و حامیان حقوق تاجیکستان را پیوسته برای آن تنقید می‌کنند که در مبارزه با کروپسیا و رشوه‌خواری جدی نیستند و بیشتر با بازداشت منصبداران زینه پایانی یا آموزگاران و پزشکان کم‌بضاعت وانمود می‌کنند که با این ظهورات خطرناک برای جامعه مبارزه می‌برند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. برنامه رای دوم میدهم. استیو سویردلوف محقق مسائل حقوق بشر میگوید دوام چند سال اخیر در قرقیزستان نشاندادهای حقوق انسان پایین رفته، دیگر این کشور را نمیشود یک دولت دموکراتی در آسیای مرکزی نامید. این پژوهشگر را روز 19 می بدون شرح رسمی مرزبانان قرقیزستان در فرودگاه منس نگذاشتند وارد بیشکک شود و او را به استانبول بازپس فرستادند. در یک صحبت با سویردلوف که در استانبول قرار دارد روز 20 می پرسیدیم که سبب اساسی منع ورود به نظر او چی است و آیا می شود گفت که در قرقیزستان یک تمایل بسیار جدی عقب روی از عهده‌داری های دموکراتی جریان دارد. همین چیز مرا در حیرت می‌گذارد. من هر سال دائم 15 سال به قرقیزستان رفته و دائم 6 سال در بیشکک زندگی کردم. این خانه من است. برای من این چیز بسیار دردناک است. من این کشور، مردمش و آن جایها را بسیار دوست می‌دارم. دوستان زیادم آنجا هستند. ما باید روز 26 می یک کنسرت هم برپا می‌کردیم و آن هم با وزارت فرهنگ هماهنگ شده بود. واقعا هم برای هیچ کس پنهان نیست که در قرقیزستان سال‌های اخیر تمایل بدتر شدن وضع حقوق انسان مشاهده می شود. برجسته‌تر از همه ما شاهد رکود نشاندادهای آزادی بیان، آزادی گردهمایی و انجمن‌ها می شویم. 2 سال است در قرقیزستان قانون درباره اگنت خارجی عمل می کند و آن
در کار فعالان مدنی جداً تاثیر گذاشته است. من دیروز باری دیگر نقش جامعه شهروندی را در مثال قضیه خودم دیدم وقتی که سازمان بیر دنیا همراه با سفارت آمریکا قضیه مرا رسانه‌ای کردند. دوم 2 سال اخیر ژورنالیستان زیادی هم حبس شدند. بالا تیمیرف اخراج و همسر و سابق همکارانش حبس شدند. کلاب بسته شد. رسانه‌ها، سازمان‌های جمعیتی و فعالان با دیگر نوع فشارها روبرو هستند. آزادی راهپیمایی هم وجود ندارد. واقعا هم قرقیزستان نه در آن سمت پیش می رود که همه ما دیدن می خواهیم. به نظر من حکومت باید بفهمد که این چیز آبروی این کشور را می برد. قرقیزستان با آزادی ها و دموکراتیش فرق می کرد. Стив Свердлов ҳоми ҳуқуқи башар буд ки дар бораи роҳ наёфтанаш ба Қирғизистон суҳбат кард ва таъкид намуд солҳои охир тамоили бадтар шудани вазъи ҳуқуқи инсон дар ин кишвар ба назар мерасад. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. бармегардем ба Тоҷикистон. тақрибан 3 ҳафта пеш селобхезии маргбор хонаҳои сокинонро дар баъзе минтақаҳои Кӯлоб зери об гузоштаву ҳукумат дар чорчӯби амалиёти фаврӣ мардумро ба ҷои амн кӯчонд. ҳоло ин афрод дар хаймаҳои муваққатӣ ба сар бурда хонаҳояшонро аз обу гил поксозӣ мекунанд. онҳо дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфтанд ки интизор доранд давлат дар барқарор намудани манзилҳояшон ва амнияти ин минтақа аз офатҳои табиӣ дар оянда мусоидат мекунад. идома дар гузориши Муҳаммад فوریزوزاده. در اینجا آثار سیل بعد قریب 20 روز هم هنوز دیده می شود. خانواده اسمت الله قاسموف آهسته آهسته به زندگی عادیشان برمیگردد. حالا او شبها را در خیمه سپری می کند. روزانه با پاککاری آثار سیل مشغول می شود. چوی امی MVD معارف همیو بسیار طرفی ما در خدمت سخت کردن. ای حکمت می نداریم که ما را توقع نموندن. یاردم بسیار دادن. ایمی حوالیم بسیار لوی برآوردن. مهنت کردن. قریب 8-7 دلار ایمی حوالیم لوی برآوردن. به ساکنان ضرر دیده خیمه و خوراکواری دادند. خانواده مناجات رستم آورا در مسجد محله کاروانگذر جای کردند. شب را آنها در خیمه و حولی مسجد سپری میکنند. آنها انتظارند تا مصالح ساختمانی را گرفته بازسازی را سر کنند. از طرف دولت سالدات آمدن، خانم‌های تازه کردن، کمک کردن. خیلی که میبینه 2 متر آب در آمدگی در خانم‌ها، یگان چیزی زندگی تمام چیزی که داشتیم ما ای خانه‌های همسایه یافتیم، در گوهره کودک داشتیم، ماشینکا و تمام چیز از طرف دولت خوراک یادم کردن ما. حالا همه آسیب سیل در کولاب شمرده نشده است. پیشتر مقامات گفتند که سیل روز 2 می به 850 خانه ضرر رسانده است. از سوی پرزیدنت به آفت‌زده ها کمک ها رسیدند. مقامات گفتند که این یاری ها از سوزن گرفته تمام ابزار روزگار را در بر میگیرد. همه همی کارگرای همی میری شهر همی امچس اهمیت همه همی اردم که خلای چل همه را برو وردن توزه کردن خراکمون تامین کردن یاردم کردن همی برای تعمیر خانه مونده اگر چی امکانیتی داشته باشن یاردم کنن. آورد خراکواری رم خیلی چی اگر تبینه که یالی نه پسودا مسودا خیلی چیزامون چی نکردن. تخته و شیفیر نمی سیمنت نم خیلی چیزامون چی نکردن ولی ندادن. شب 1 می در کولاب باران سخت بارید و سیل آمد. ضربه سیل به بعض منطقه های شهر قریب هر ساله شده است. ولی این بار با دستور سروزیر قاهر رسولزاده قرار شد 3 راهی دیوانه‌سای وسیع کرده شود. مقامات برای برطرف کردن پیامدهای آفت نیروی بسیار فرستادند. با آن نیرو اکثر خانه ها پاککاری شده و آسیب دیده ها در خیمه ها جابجا شدند. حالا اکثر آسیب دیده ها در خیمه ها به سر میبرند و تعمیر خانه ها ادامه دارد. به زودی به خانه ها وارد می شوند. اما امیدوارند در آینده از ضربه سخت سیل در اینجا پیشگیری به عمل آید.
دوستان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تشکر از یکایک شما که پیوسته ما را همراهی میکنید. برای آگاهی از آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان شما امروزه میتوانید به سامانه رادیو زودی آزاد وارد شوید. همچنین مطالب نو ما را از صفحه های شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک هم پیگیری کنید. اگر مبادا خبر و یا نواری جالب دارید که میخواهید دیگران نیز ببینند به ما فرستید، ما پیگیری خواهیم کرد. فراموش نکنید فردا